زندون در بیا آشی پلو با مزه آشی پلو خوشمزه آشی پلو با مزه آشی پلو خوشمزه لذت بره دل و جان از پلوی تاجیکان لذت بره دل و جان از پلوی تاجیکان لذت بره دل و جان آشی زیتون به بیا پذیرا باشید مخلصان و هواداران برنامه گپ. اینک دوستان عزیز و ارجمند سیمای ازیا اچ دی و آژانسی تنتنه بهر خاطر آنه که دائما در لبان شما خنده باشد برنامه گپ رو تقدیم شما میگردند. عزیزان ما خودی حاضر در طرفخانه قهوه‌خانه زیتون واقع در کوچه سردریا بینای چیل هستیم و گفتنی هستم که هر یک نفری که ما رو تماشا کردن البته از شهرهایی که پایان ویدیوی گپی ما گذاشتن معلوم است که آنها میخواهند که به اینجا بیان. حتما بیایید دوستان عزیز و ارجمند. البته من گفتنی هستم که با یار و دوستان با اهل عائله بیایید. زیاده از 30 نمود نامگوی طعام‌ها آش پلوی کاری کلان یک مکان بسیار آباد و البته حجره‌های باز علاهیده نیز هست. همکاری دیگری برنامه ما دوستان عزیز و ارجمند من گفتنی هستم استودیو نواربرداری عزیزان ویدیو تمام معرکه‌های شما را با صفت اعلا ثبت میکنن نوار میگیرن ثبت میکنن و یک مواد خیلی عالی جناب رو به دست شما میسپارم. کسی که معما دارد با صدا مراجعت نمایید. خوشنگ لیبل ظفر جان دوستی از ما همینجا یک قرصک برای همکاران باشتون شریکی با اعتماد و با لذت ما شرکتی عزیزی مال محصولات گوشتی در بالای دسترخوان شماست. نفگانی از شرکتی عزیزی حسیب‌های نهاری خانم وصف زکه است. شما میتوانید مال محصولات های با لذت ترین شرکت عزیزی را در تمام نقطه‌های فروش در قلمرو ولایت و جمهوری خریداری کرده باشید. شرکت عزیزی هر یک برنامه البته همکار داشته باشد خوب است. من نیست همکار دارم دوستان عزیز. همکاری اولین ما علاوالدین خوش آمدید. شاعری برنامه ما مخیمی بحریدین دلیر جان و دوستی عزیز کنی وای مظفر دلیر جان و مظفر جان هر دو از لایحه استنداپ. بهادر جان دوستی عزیز ما چون هر وقت در پهلوی ما نشستند از ناحیه جبور رسولov. کسی اگر نداند داند جبور رسولov. دوستان عزیز هلالدین دوستی عزیز ما نوازنده سراینده صاحب یک آوازی مرغوله‌دار نه باشید چی با تعریف کردم میدونید می؟ فعلی و مردکا واسیام. مبارز جان دوستی عزیز ما خوش آمدید. خب ما عزیزان دل در عرفه یک معرکه خیلی مهم برای ما مردها ایستادیم. این هم باشد روز عید مادران. بنابراین همه آنها رو ما تبریک میکنیم. البته باز فرصت میشود از موضوع زنها آغاز میکنم اگر اجازت باشه. زنها اگر شما دانید اگر هر سحر مثلا گیریم بعضیاشون بسیاریشون یکان خوراکی شب ماندگی در گرم کرده تیار کرده آورده شبرشون میتین کو شب ماندگی یک زنک دوگانش که صحبت کرد همین روز داشت اساس یک قدم منه تینجی میست یک گپ شد که گفت آوشا گرم کرده بیام خور حتی گفتن که گفت یک آدم با این بلینچیک پاز همین روز من بلینچیک خورم پخته دادم مرز با آوشا پرتافت میگفت پیچانده دادم آوشا اقتصادی عائله به فایده دیگه بیام اخی عائله جمع همه نبیره ها فرزنداش دیان باین به دو تا کرسی ماندگی پیرزن و پیرمرد دیان هرشون دیگه یکون توی یکون هو ولی الماس شام چه خیلی لازم به حتی نبیرشان برام دوستانی عزیز پدران گرامی امروز من همین توی همین های یک مو برگزار شدگیش به جشن گرفتیم. بابا جان یک سوال یگان مراتبه بین شما جنجال شده بود می یگان مراتبه نافهمی شده بود می گفت بابا شونم نواسش داسته یگان مراتبه من همی اوچت کردیم جنگ نبود کشتن بود و جنگ نبود. نیم میشه بنده مردک مست شده این پاچک به ایستاده نمیدون دوامده بیا زنشم پهلوش به دوامده گوش کنید
همین احوالتون با گپ یافته نتونید توصیه موضوع خودم گم کرد توصیه گفت ای خیریت گپی توی هم آدم میشی دسته زن تلفن هم چیزی نموشتی بود است حتی آشناش بگوسوس تینجی می تیه با گفت همین زنه که تلفنش ویران شد بیگوی روز کلمه گران کمی از سرخوام تلفن کنم تلفنتون تید گفته تلفنی منی گرفته شش نمیراد کرد تلفن کرد اون طرف ویم نرخی بیخی پیازه نفهمده ها جان مویم یاد میکردی وقت تون شد میگفت چه کنید سومیت سه شد گفت من 3 روز بس خونیتون داشتی ام رشک همینه یکی برخی از آنها میگن که اگر رشک کنندگار یعنی که معنی دوست داشتن ندارد گفته اما خیر مرحبا یک روز یک مرد دکن هشتوی مرد پدر کنم گفته کن زنش به خانه اومدگی زنک منه گدگر وقتی داداش چیزی دل من شما گفتگی تو می ها گدگر اختیار دو تو خود سختی میراد صورت گفتگی سو یه فتا اون تک شد داداش این دیگه دندون کمکی کی بواد مرحبا توفه گفتن یک مرد مغازین وکیل میداره هشتوی مرد خیلی زنها به یک توفه خرم گفته چیز انتخاب کردی صدقشنده فروشنده میاد میگه اکوش ما کمک کنم میگن چی باید ها ما همه هشتوی مرد توفه کافت صدقه ها این خیلی باشد سخت قیمت چه میخرید ده چه قیمتش گفت اکو امروز دهمی مرد بود است یا مردک هم تو نیا کنند سرچش هشتم خام شده است بچه میجی بیو یک درباره اکو تو کتی من مردک شد درباره شده روشن گاوزده میشه تو کتی درباره اویله داری صحبت کنیم تو کتی بچه هم بود اوکی گوجاش نفهموده دافتاد یک تا مردک چاری سهرنده زیافت آکوچه درام دامدگی بیند زنش خواه رفته نگی پوچکی سیکی رفته انجامش هم تو کشته شوام به زنش بیشه یه چوکه داشت داشت گفت آشی نهار به رفته آزی هم گفته ازی که پشت برام دو زنی سال خورده نزدی بینای سود به استودیانو دو تا زنک حتی شانس یه میشکه فلوسی اکشن همونجا با آمدگی من رساز یک قمر نیسا عدالت کنی چی من پتی نیسا چیه گفت دیگه نبیرم به 7 سال دادنی ها نبیرم به 7 سال دادن چی کار میکرد که وای بچه گنده نبود دوزیدگیش راست خانه می آورد دیگه جا نمید یک زنک خیسسو با خلافت است نه خیسسو آشش بودست که امروز زیما به توفه میکنید گفتن ها یگان توفه میکنم از تحت دل یگان چیز گفتن همون از ورسچ کنید بهتر بودست تماشاگران عزیز و ارجمند چطوری که شما آگاهی دارید ما یک چند بخش ها داریم و این ساعت من میخواستم با بخشی گوییم آورده شاعر یا نگاه کنیم دوستی عزیز ما محکمی بحریدین در هوای سروده استاد صنعت ناصر جان اکا رحیمов متنی تیار آوردند ناصر جان اکا اگر شما ما را تماشا کردید صدا باشید اگر به شما تنصیحاتی را خواهان هستیم و با اجازه شما ما امروز یکی از سروده های بهترین شما را در متن شاعری برنامه ما محکمی بحریدین اجرا میکنیم حلاوت برید ناصر اکا رفتیم تاجیکستان دولتی مایاش ما مادرانی تاجیکستان ثروتی مایاش ما با شما شیرین حیاتو به شما تلخ است و شد دایما در خدمتی به منتی مایاش ما دایما در خدمتی به منتی مایاش ما های ناصر اکا دخترانی تاجیکستان از همه زیبا شما زیبی توی و زیبی کنسر زیبی بازارها شما دایما هستید جوانو
دلکشو دایم فساد اینقدر حاضر جواب بود اینقدر دانا شما اینقدر حاضر جواب بود اینقدر دانا شما درباره مردها نمیسی میمونی ها همسرا همسرانی تاجیکستان از همه تلا شما با خبر هستید همیشه از گپی دنیا شما گر خلد همسایه بحری منزلی خود یک ستیر میدهید با مادری نو خانه را آرام شما میدهید با مادری نو خانه را آرام شما نگوی من میشدی همسرا حالا میمان بکنه امه های تاجیکستان از همه کاردان شما امه های کاردان و ماهر و گردان شما چینکی چای یک طرف است لیک شمع یک طرف جای خیشان دیگر است و جای امه دیگر است امه های تاجیکستان از همه اعلاتر است عیدتون مبارک باشد بارکالله البته دوستان عزیز و ارجمند ناصرکای عزیزی ما که اون طرف تلویزیون رو ما تماشا کردن البته قبول کردن سلامت باشن خرسندم شدن البته یک کارخانه معاون رئیس هر کاره همه میدارد نسترینش تابش خیرشتو میبرد همه میدارد همه کارگری هم دارد این فابریکه یک دارم همه خفشتو برم شد نباید قرابل بام دست اما که نجمی چیزی تو اینجا رئیس السلام علیکم تینجیمی اما پرسیدن های باشنی شما این کاتبی من رانا خان که اون گپ کارتون بود میگه بالله زین من و دخترم بایم من و من باید نگه بسیار ادمی شما فرمانی منو برد دستشو میتید یک کامپیر سحر خسته سو اکن عرفه اید گفته است یک رفته خدا ما سلام کرسیتی تالار حسن رفته یک سیما ما خوشرو کرده موهای سرم جوانانه کرده بیامفته رفته پریچاسکش ملچیش کرده آمده است بعد سوال نزدیک بابای به درآمد سو ها باباش چه خیل اکن کامپیر برین ننمو داسه هم میگوید بابای نگاه کرده ها کامپیر برین اکن بابای برین نمو داسه یک مسافت اکو خونشان داشته سو کن ناو کلین کدگی کن کلین مسافت بمی یک مسافت کلین کدگی فرزندش بود کلین ناو سر به میبرد قایدش رفتن دکار کو اکو کلین کمتر современный شاید شوخچه خلاک ای حاضر امجان پشتی که استینش نیست اکو همین حوالی رفته است مسافتم کامپیر و سیگاب چه خیلی دستش سفیدله چه خلاک چه و گفت آ چالاخش ما نمیدونید و ماده از امجام هم خیلی کن و دستش نیست هم خیلی گداگر هم گفت از پگاش دست کامپیرم اکو منم ماده کنم گفت سحر کی برونده هم خیلی بی استین تو رفتی است جام چاکتی رفتی است مسافتم کامپیر تینجیمی چه خیلی دست چوک دیگه شما گفتم که شما نمیفهمید این ماده گداگر یه ماده گرم نیست و یا با گازمال کنفت است کارمند بدیا زنی را در سری چنبره که ماشین مان کرد شهادت نامه رانندگی خیر کو شهادت نامه رانندگی میپرسن کو یا چیزا داده سیخ کرد
که نفهمیدم کنی صورتتون گفت سیام اطرافی چپ است یک آدم خانه به مهمانی با آمده سو مهمان خیلی آمده ادم شده است و کرسو رفته دستش شستام سوز گابنی حجت خانه اتون با گابنی می درک شویگا سویتش در میگردن گفت این قلادین دیگه رفتن یک اویله جوان اکن نوروزگار باشه تا زبان یکدیگر یافته یکدیگر به اونس گرفتن کمتر مشکل کو بس اون اکن کلینگ گفت که دامادش به اوه کریم جان شما چی نگویم فعل میکنید چون این خیلی خوبه ما نو زندگی سر کردیم چی نگویم فعل میکنید بعد گفت است که اوه من نامم شریف جان پایینی دام اکو پایینی دام گاو شیر و قطیق مفروخته است گاو شیر قطیق یگان تا آینک شده نمیشه 20 بار 30 بار گفت است شیر قطیق فیرش هم است عصبش تمام گفت است گوشت نباشه یک تا بچه کیفتش به شیر و قطیق وای به سید که به انداخته گفته برداشته شیر قطیق گفته گردد 10 متر یک تا کم به بچه هم بالا برو 10 مترش به گفتی تو حیوان شد 10 مترش به همین بزرگ از این پای برامده در تخت کند برامده ها آمدیم بچه من به دوتا نان تیگ گفتی گفت خاله جان پایم بفروید پایم بگفته ویم عقفاش فرامده آمده پایم بفرامده آمد نان نمیفروشم من گفتم جراحی اگه آدم خورفته است جراحی انتظار اگه خودتون میدونتون که همشیرهای شرقت در درونده همین چیزای همش خوشرو کرد تخکر مونت کرد همین بیمار هم تو نگاه کراس که تازه کراس بودم انستیزیولوگ گفته که آدم هست وای آمده است خیلی بیمار گشانده وای مردک این کسا نگاه کراس که ترس است خیلی گوشان خیلی همون گوشان کرده منه اوزم وینا گوشانده برات کسا سال خودتون نگاه کنید آدم نخواهد میخوام مشروبات ما هیچی نی ولی خیرورگ بیاد بین تو اپیلاسی شداسو همین خیرورگ شده و های همین کار خودش کرداسو تگی پاو یک تا گل میاو گفت ما کفیده مور یک جراحی شده ایستاداسو آلکای و پاتسیانت نگاه کرد دکتر خیرورگ دیگر حالا بگو شما به نارکوز نکدید دیگر حاضر میبینی من زمین کنم توی خودت بیهوش میشی بدار دوتا مردک خوب بعد جراحی دکتر کو بعد جراحی آمده خبر گرفتن که چطور اینا چون خوشم اومدین که نامتون زیبا عبدالخالق شما حالا دکتر کشید وای کجا من جراحی همش خوشو گذاشت من گردگی ته پاتوتیم یک پیش جراحی پتا کردید شما سال تکنیک آمدیم کانالیزاسیون تورباش که همونجا پاری من سر لباسم کشیدم دیگه چه پوشم گم میچستر قد اومد من دکتر مثلا کنایه وای گردش کسال کنی گفتن یک تا بیمار با همین جراحی کردن اپیلاسی کردن در کار بوده است دکتر یک تا طلبه همین استودنت آورده گوش کنید بیمار شما همین روز من همین استودنتم طلبم اپیلاسی میکند گفت دکتر وای من کشتمانم مدمانم چه اگر شما یک کشد بهای 2 میمانم самолетанда кун брафто сакун якас касал шудас ябрун намина 60 дигми галтидеги и ҳама самолетан доктор ҳами еси якас ман гуфтам ҷа девидас ман доктор зегап ондон ту зегап ино асёқ 60 дав бенид гудагар гармис гуфта касал ба пул додана сар кадас и чӯ хекадоси гуд намидан ман диплома ҳама хекадоси ман ин пул ёрдам кадиги буд осоишгоҳи баҳористону так осоишгоҳ бассейнашина ҳама шалаб овозӣ дорад я мардакам ту яндакар омада дастша боли ва бассейн ман тукарам омада ҳама ҷои тамошо шунад ати медсестра ту пробирка кити омада оба камака гайин гуфтам камака гайинаш гуфтам вай бучак барафтин хикисат این آسایشگاه شما با آب ترکیبش میفهمند یا نه آنالیزی همین دامگیتوسگی ها در کار مچه گفتن شریکی با اعتماد و با لذت ما شرکتی عزیزی مال محصولات گوشتی در بالای دسترخوان شماست نوگانی از شرکتی عزیزی حسیب‌های نهاری
خانم و سپززاک شما میتوانید مال و محصولات با لذت‌ترین شرکت عزیزی را در تمام نقطه‌های فروش در قلمرو ولایت جمهوری خریداری کرده باشید. شرکت عزیزی. Компания «Азизи» – производитель колбас и мясных деликатесов с 2006 года. Мясо от лучших поставщиков. Отборная говядина. Натуральные пряности. Уникальная рецептура и традиция наших технологов – вот секрет вкуса нашей продукции. «Азизи» – у качества есть свое имя. نیمی شب یک کس گاسین سوم دست جو هایی که جو نیست گفته است یک تا جایی رو گفته که کم کم پلیس گوش کنید جو یک تا هایو سال آدم خوراک میکشد چیکار خون رفسوس اونجا بگید من خوردم گفته یک شب گفته است هم تو آمده است و آدم خوراکش بالا هم بود است پگه سحر شود این خواب بس یه شده که حالا که خوراک میکشید که خواب کاری برام سوسته اکو نفهمیدم چیکار شد این شما خواب با این سیر شدی که نه با این گفت من چوکرم من درام دارم اینا خوراکش سرکرسه بودن تا یک گوشم رفته جونی چه خون بری من گفتم یک شب خون رفته است برای حیات بخیر پیرمرد افسانه میدونم همون میدونم که درباره محیط لوگی هم تو پارتات محیط لوگی هم تو بالاشر ماهی هم تو کامپیر زنده میگه ها کشته خور من گفتم سلامت یک زن مرد اکو یاشو نه اکو خانه داشت دیگه بازار رو برام دیدم اکو زنکشم و خیزاده داداش گوش کنید سرخش گیرامی یا منین زردکش گیرامی سرخش گیرامی و التماس گوید کدومش گیرام کدومش سرخ میو زادش میگه اگر لوبوش گیرگد شما من نازم میبینید فقط شما میگید جینی این کارچکه سیارو زیرمانده میخوریم اینو الان آیلی جوانی که اینا گفتن کو حتی بچه آشناش با وکروس همین من خانه‌دار شدم همه گپا همه آخری میفهمم من مخلو این کار خانه این گپا کارا همه آخری من میفهمم گفتم من دیگر زنشم داد نگویدی کودک بدام میشه کدام کودک بود یک مردک بانک دوزیده سو و یک قبیدیان سوت شده سو سودیه پرسازده گوش کنید شما چوب بانک دوزیدید دیگر و خو یکم سال که دست کساست یک تا بچه آبانک 50,000 سومان دوزدستی دوزیدت از تلویزیون رادیو اکن یک خیلی رکلام فلان دوز دوامده 1.5 میلیون سومان دوزید فلان دوز دوامده 1.5 میلیون سومان دوزید گفت حالی دوزم 50,000 بوده من کافتاز 1450 زدگی رئیس هیچ کیم کام نمیزنه همین زن و شوهر اکو حیات بمیشد که پستی های بلندی های جدا شدیم مردک زیق که اکارخانه ها برفت است حیات قیمش سوز مگزین بدارمده یک تا همین بانکی بادرینگه گفته سکن کیسش بکره برام دست بچوره قپی دیان سود برفت سوز سود زنش شنیدگی قفای سود خانه قشت است بلکه زالانه قشت است سودم خیزید سود آمد گفت فلان چی شما یک بانک بادرینگ دوزید ما شمرده برام دیدیم بادرینگتون 6 دانه بود از داخلی بانک و شما با 6 سال گفت زنش حق قفای سود اینا بانکی نخود هم دوزیدگی اینا بیاید حتی مردک خیلی زنش بنیا کرد جانم عشق و محبتی ما خیلی گپای وایدیه من برای تو دنیای میبخشم این گلوبوسی احمد جونه که تمانید چینی در خود میخوریم اینک آتیم دور نرویم 8 مارد یک اپراتسیا شده است 8 مارد اینک انستزیولوگ میدارونه پیش کسال گوش کنید کدام نارکوز کنم قیمتش میو ارزانش میگه خواهد شرایطی داشتید که ارزانش کنید که دیگر دو تبلیت کشی گفته پیش میزده الله کنه مردک پشت زنش بامده اکو تابش یک خوش بوداسته تابش زنک جام یک تا گاب دیه من این روزی ایدان من اکو یک تا تو همین قمی خواستم گفتن اکو خیلی همین روز من تو میگم گاب زنی تیکت اینچ همین وای معاشم هم خیلی نرمال شد این ماه با درآمدم هم خیلی گنده نیتی دیگه کاری افتم همش زور یک دیگه زنک
گیرم می سوسیان گفت نگیرید بوام پاکه می بیاد خودش میگویند که یک زنه یک روسیا دو زنه دو روسیا نه دو زنه سیپسیو میگن دو زنه سیپسیو ها سه زنه вообще کال نگیرا همش دو زنه سه زنه بود است هر روز یک شنیدم که باید شعر نویسیم بود بداهتاً آمد هلالدین اکا و علاءالدین اکا کال گفتید یک تا بیت آمد گوید اینا قطعی میگردن فقط مهمان گپ برادران هلالدین علاءالدین با موی سر چوبینگری یکی پوشکین دیگر لنین انا تماشا کنید عزیز ارجمند اگر برنامه گذشته ما رو تماشا کرده باشید در وصف انهمی اشتراکچیان نیز ما یک شوخی بازیکنان یک شعری می نویسیم و باز یک شعر به قلم سروری سیمای آزیا ایچ دی اعظم خان تعلق دارد در وصف بهادر جان جبار رسولوی کرنای نوازی ماهیر گاه موی سفید گاه پیر اما در گپ دوستان مثل جوانی زنگیر کرنای نوازی مشهور رخسارش پری نور در شوخی و ظرافت مثل علاوی کومور در صحنه او چون اختر کرنای چی از پرولتر در شوخی و ظرافت مانند گپردی نر کرنای نوازی معروف اصلا نمیگوید اوف در شوخی و ظرافت از بهادر جان یک پوف خود حاضر مرحمت از بهادر جان عزیز ما خواهش میکنیم یک تا پوف کنم یک تا مرحمت راهبری کارنایچیو پیشی ماشین بشته که همون سسته فرش به پول داده است اصلا پول داده هم داست ولی دایره چی ناریزا شده است این کامین کلان گفته است این کامین گوش کن گفته است من دادگی پولم به یغلینگ آد میتیاد می نیمی بینچه گفته است تو شما میتیاد گفت شد ده گفت یغلینگ آد میتیاد من به شما یک واگان آده چا میکنید گفته است همین کارناچیو گفتید سامالیو دادم با اومد سامالیو یادم اومد هشتوی مرد پردوسم های هشتوی مردان پردوس دونشان کارناچیو هم های همش خوش میکنیم ای یک تا ناو یادگیر اکن عمدگی اکن که کپیتان یادو دوست من کجا من سامالیو من شتورال من رول من اکن تو من میپاری تو برای پریدن یک تا سوال برای پریدن یاد گرفتن چند وقت دکار چند یاد میگیرید نو یک 7-8 ماه میگه نه سامالیات گفته مرزک دمی مرگنده خه حیات آغازش انجامش میکنه اكو حاضر میه برفتگی 15 تکم زنش هم پیشنی شده است خودتون عذاب متید مرد گام نزنید هم تیسو دیتونم دولت بتشنید زنه من تو من نگفته من دلم صاف نکره برفته نمیتونم گام زنید گفت دوگانات منظوره بود که من همون کتی میگشتم هیچ گام میشد اینش هم حالی تمام نه های همسایه های کو گل نوره ها گفت همون که هم میگشتم هیچ گپ نی من بخشیدم شما زنه گوش کن همین خواهرت ایکو خواهری تو که هم من گشته من آخر همون به زهر پرتافتم شایدتان به دادش اگر آزم چی گویم تابی ما تابی ایدانه است زیرا خاندان به قریبی اید می شود یعنی که هر یکی ما و شما یک تحفه یک دستاویز گرفته نزدی زنها بمیریم همتمی بهادر جان شما ما یک گلابوس برداشته و همی گفته سی هم تینجی بود می یک دورمند دنیای بینهد علامتی شما ما یک درزمال گرفتگی وزیر درزمال کلانش ها چون که یک کاستوم شما یا میسوزن یا بهترین از همین گپا گفتید میسوزن گفتی بعد یک دم با گذشته التماس همونجوش بوریتون نگوید نه اینا یه معنیشان دیگه بود گازمال کردی می چسباندگی محکم جان ما فقط شعر سروده البته چو هر روزه بهترین کار چه بگوید دو میسر میبرید کار خلاص دی یگان چیز نمیخردم و این نیست مخبر شما چی برید کی من خودم بردگیم خودش دعوت
سلامت باشید سلامت باشن زنهای گرامی قدر این اکو بخشیده که به ایدی زنها مادران است این برنامه ما کمی باز دیگر خیلچه شده سرسته این رئیسی فرما کجا رفتگی گفت پیش خیشا شنبه گفت است کی می بیام گفت امنیستی شود یک آدم دیگه شهر به کار میکرده سو رئیسش به درآمده گفت است که من جواب دید من فرزندار شدم در کار گفت هم محلش روید بود است رفت سو بعد از یک هفته گشت آمده است رئیس جیز ها زی شد پسر چی می دختر چی میگه دیگه اكو بعد از 9 ماه میفهمیم دیگه گفت است تو با خوننده دوتا بعد گاوزداسو خونش خط آمدگی بود است اینه بین پسرچم پنجم سینف با اسینف با سینف غلطی دست با پنجم میخوانده است اویلمای شرمنده کرد یک تاریخی حبسخانه به خط بیامده سو همه خانسا سو ان یک کس ورقی سفید دی تینجی می چوین خیلی گفت ما واقعی گرام نمیزنیم گفت یک رئیس رفیقا یک رئیس ماشینی همین ماشینی کلانی خوشروی ماشینه های کو خودی خانه باید نرخش آمده فرام دیانو داره کشانگر زوجشان فرام دیان این طرفی راه وای طرف مغازین بر رفتن نکردی رفت دیانو یک کوچه رو بک السلام علیکم گفت مردک زنشان دیده داداش وقتش نه انمی من با خوازه شدگی بود احتمالاً وای رئیس هم سیفت است خوازه شد می من نوازه اگر همین به میرس دیگر کوچه رو بک میشد گفت نه مردک وای رئیس میشد گفت است میگوید که پسی هر یک مردکی موفق یک زنی بسیار پرقوت ایستاده است بنابراین من گمان میکنم که مادران و خواهران عزیز و ارجمند ما از سخنانی بامزه و بی‌مزه ما نمیرنجند و امید از آن داریم که شمایان هم کم کم خنده کردگی هستید مادرای عزیز بهترین تحفه این گل است همچنین باوری کامل دارم که عزیزان امروز ما همه از اینجا برآمده رفته بطنیش که زدل لخ لخ کرده همونجا گله گرفته برده میرسونیم یک آدم از قبرستان گذشته که سری کوچی ویش جای خانش سری کوچه بس میخوام رفته ایستاد آواز شد است این مردک سال بکری بود است تو کوزه پوشت گفت خانش به بیاد که دروش شده است بید مردک دوپا دروش شده است آشنایی سال پوچکش لنگش بود است این تو دروش شدی چی خیلی شد که گفت همونجای گذار هم خیلی و آشنا شما است آشناش خیلی گذشته است توبه کنم تو کوزه پوشت گفت نه من لنگ گفت نه تو کوزه پوشت مادران عزیز الان خیلی کارامو بارز خواه مادران عزیز و ارجمند من اشتراکچی برنامه ما مبارزان خواهش میکنیم در وصف مادران عزیز و ارجمند یک سرودی خود را تقدیم نمایند مرحبا بهشت من همه آغوش گرم تو روی سرم هنوز به بالین نرم تو هر لحظه در هوای تو چشمم به جستجو هر لحظه با خیال تو جانم به گفتگو عاطفین هم از شیر مادرم این رقتی که در دل شوری که بر سرم دستی به مدح طفل و دستی دیگر نهان مادر ببین به عرش خدا میدهی تکان
کسان که پرده حرمت دریده‌اند در کودکی محبت مادر ندیده‌اند امروز هستیم به امید دعای تو فردا کلید باغ بهشتم دعای تو مادر بهشت من مادر بهشت من تشکر سلامت باشه سلامت باشه مادران زنده باشند یا پیرزن رشتیانو من همین حیران میشم دیگه چه وقت حیران میشه همین شیبیت کارم ریحان برآمد جواری مکه کارم کدو برآمد انا این چیزا و کارم اگر کیم چیزی برآمد گفت اوازی غافسی واشلس کیم چیزی نه بانک دونر نمیسود امضا کنید پروتکل گفت است لیفت از خانه های حاضر زمان لیفت است کو یک پیرزن نشستین و 13 کردن موبایل 13 و 12 در مونده است لیفت از رنگی کامپیروندا تلفنش نه سلوج به وای به تلفن کنید که اوکا جان این مق موبایل به 12 13 در مونده چی میشه کی تو اون طرف کدوم باتی که وای گفت که هیچ جا نروی دوزی میاریم گفت عزیزان دلو دیده مادران عزیز و ارجمند ما در سازمان دهندگان برنامه سیمای آزیا اچ دی آژانسی تنتنا همه علمی اشتراکچی برنامه امروزه همه شمایان رو عزیزان با عیدتان تبریک و مبارکباد می‌نمایم به هر یک شما پیش از همه تنی صحت عمری دراز شما از همه زیباترین زنان روی دنیا هستید بنابراین گمان میکنیم که دائما با لبانی پر از خنده و تبسم با دولت و سهولت ماش نمیگردید یک قرصک برای مادران عزیز مادران عزیز ما شما را دوست می‌داریم البته و اینجا به هر یکی اون نفرانی که ما را تماشا کردن گفتنی هستیم که خیر عزیزان با فرجام برنامه رسیدیم تا برنامه‌های دیگر در پناه خدا باشد خیر آشی پلاو با مزه آشی پلاو خوشمزه آشی پلاو با مزه آشی پلاو خوشمزه لذت برد دل و جان از پلاوی تاجیکان لذت برد دل و جان از پلاوی